دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. عرضم به حضورتون که بعد از مدت زمان خیلی طولانی تصمیم گرفتم یه آموزشی رو ضبط کنم. اگر توجه کنید خب عملا دیگه این داستان وبکم و تصویر خودم رو نداریم. دلیلش هم مشغله های زیاد و این صحبت ها هست و آمادگی مناسب رو ندارم به دلیل اینکه خیلی یهویی تصمیم گرفتم این فیلم رو ضبط کنم و گفتم که اگر الان سرسری کنم و ضبطش نکنم احتمال داره مجدد دیگه وقت نشه و بره برای چند ماه دیگه. بنابراین تصمیم گرفتم که خیلی محتوا محور شروع کنیم این فیلم رو ضبط کردن. من این فیلم رو اول میخواستم ضبط کنم که توی تیم خودم ازش استفاده بشه و بچه‌های محتوا و همینطور سئوکارهای موجود در تیم خودم این آموزش رو ببینن، ولی گفتم اوکی، حالا بدون اینکه وسواس زیادی داشته باشیم، حالا چند تا توپاق هم بزنیم این وسط ها، اینا مشکلی نداره. به هر حال آموزش رو به شکلی ضبط کنم که بتونم توی یوتیوب، آپارات و همینطور سایت خودم اینها رو بارگذاری کنم. بریم سراغ محتوای اصلی که انشالله سریعتر حلش کنیم. ببینید، یه مسئله‌ای که امروزه الان وجود داره، بحث اینه که آیا ما باید از محتواهای AI، محتواهای هوش مصنوعی توی سایت هامون، توی مقالاتمون، توی لندینگ پیج هامون، توی صفحاتمون، آیا میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ اول از همه ما حداقل در حال حاضر محدودیتی نداریم. یعنی مثلا گوگل نیومده بگه که شما محتوا رو با هوش مصنوعی دارید تولید میکنید پس من شما رو جریمه میکنم. بحث هوش مصنوعی نیست. اوکی، همچنان الگوریتم پاندا داره کار میکنه، همچنان محتواهای بی ارزش محتواهایی هستند که رنک نمیگیرن، همچنان کیورد استافینگ داستانهای خودشو داره، بحثی توش نداریم. ولی همچنان بعد از گذشت این همه مدتی که به هر حال چت جی پی تی اومده، بارد اومده، هوش مصنوعی که تو حوزه LLM Large Language Model دارن کار میکنن اومدن و میتونن مقاله تولید کنن، ما همچنان ندیدیم که یک منبع رسمی بیاد بگه که من از این به بعد محتواهایی که با هوش مصنوعی تولید میشن و شناسایی میکنم و همین که بفهمم این محتوا با هوش مصنوعیه یا به این مقاله امتیاز نمیدم، رنک نمیدم، یا این مقاله رو مثلا اون صفحه از سایت رو میام مثلا جریمه میکنم. حالا پنالتی رو سایت واید نمیکنه ولی اون سینگل پیج رو میاد مثلا پنالتی. همچین چیزی تا به الان ما ندیدیم، نه تو داکیومنت های گوگل دیدیم، نه به هر حال تو منابع معتبر ندیدیم. افراد مختلف نظریات مختلف دارن، افراد مختلف طبق تجربیات خودشون یه سریا میگن خب من محتوا با هوش مصنوعی تولید نمی‌کنم چون تولید کردم و مثلا سایتم بالا نیومد. یه سریا میگن نه، من محتوا زدم با هوش مصنوعی هم زدم و اومده بالا، نتیجه خوبی هم گرفتم. نمونه دسته دوم خودمم، من محتوا با هوش مصنوعی زدم، نتیجهم گرفتم، بالا هم اومده، مشکلی از بابتش نداشتم. اما خب چه چیزی این تفاوت رو داره ایجاد میکنه که یکی داره مثلا با چت جی پی تی محتوا تولید میکنه نمیاد بالا، یکی مثلا من داره با هوش مصنوعی، البته تیم من داره با هوش مصنوعی محتوا تولید میکنه و میاد بالا و رتبه میگیره و ورودی میگیره. چه چیزی اینجا تفاوت رو ایجاد میکنه؟ اوکی، و ما میخوایم الان یک روندی رو با هم ببندیم که از اون چیزی که من قبلا در تیمم اجرا میکردم، البته همچنان هم داره اجرا میشه و رتبه میگیریم، بهتره. من این آموزش رو دارم ضبط میکنم که روند تیمم رو توسعه بدم که از اون لولی که قبلا بوده که اتفاقا جواب گرفتیم بریم بالاتر. اوکی، بنابراین
این تا به اینجای موضوع. قبلش بگم که ما یه سری آموزش ها اینجا تو بحث آن پیج گذاشتیم، مثلا آموزش سئو محتوا رو گذاشتیم، ترتیب عنوان بندی ها رو گذاشتیم، بهینه‌سازی کلمات کلیدی در سئو یا همون مقالات و محتوا و غیره و غیره رو گذاشتیم. اینها همه مربوط به محتوا. ما تکرار مکررات نمی کنیم. شما باید بیاید این آموزش ها رو ببینید اگر ندیدید. اوکی؟ یا اگر بلدید که بلدید، بحثی توش نیست. اوکی؟ ما میخوایم بیایم یه مقدار خیلی خلاصه طور و خیلی شاید بشه گفت اجرایی طور بریم سراغ این که چجوری محتوا رو بگیریم. خب بریم اول از همه میریم اسلایدها رو با هم دیگه بررسی میکنیم، صحبت میکنیم. بعدش اگر وقت شد، من نمیرسم الان، حقیقتا الان جمعه است الان جمعه است بهتون نشون بدم، چون من واقعا وقت ندارم. جمعه است و من دارم براتون فیلم ضبط میکنم. عرضم به حضور شما که فکر نمی کنم وقت بشه بخوام واقعا یه مقاله تولید کنم. منتهای مراتب اصولشو میگم، همه چیشو میگم و به خودتون میسپارم. بعدن شاید اومدیم و یه مقاله رو تولید کردیم، ولی اگر 6 تنگ حواستون اینجا باشه، هر آن چیزی که شما نیاز دارید رو من میگم، چون واقعا خیلی چیز سختی نمیخوایم بگیم. اتفاقا چیزی که میگیم خیلی ساده هستش. خب بریم که با هم دیگه بررسی کنیم. خب ببینید، وقتی ما میخوایم یک مقاله رو تولید کنیم و میخوایم ببینیم ما مقاله رو میتونیم تولید کنیم و توی این مقاله میتونیم از هوش مصنوعی کمک بگیریم، میتونیم کمک نگیریم. پایه و اساس کار ما الان اینه که از هوش مصنوعی کمک بگیریم و محتوای ارزشمندی رو تولید کنیم. اوکی، و میخوایم بگیم که خب این تفاوت چیه که یکی تولید میکنه نتیجه نمیگیره، یکی تولید میکنه و نتیجه میگیره. طرف میاد میگه من میخوام یه محتوا تولید کنم مثلا در مورد مدیریت زمان. درست شد؟ در مورد مدیریت زمان میخوام محتوا تولید کنم. میره به چت جی پی تی میگه یک محتوا در مورد مدیریت زمان برای من بنویس، کپی پست، خداحافظ. نه، وقتی شما همچین کاری رو میکنید، اون نتیجه که باید شاید رو نمیگیرید. ما باید یک روندی رو طی کنیم تا به یک محتوای اصولی برسیم و ما الان قراره این روند رو با هم دیگه صحبت کنیم و این روند رو با هم دیگه ببندیم. خب در وهله اول یه چیزی رو با هم دیگه جا بندازیم. ببینید، شاید قبل از این شما مثلا میگفتید من نویسنده محتوام، من نویسندم، خب من مؤلفم. البته مؤلف بحثش فرق داره، اصلا واردش نمیشه. من نویسنده محتوام، میرم سایت‌های مختلف اطلاعات جمع میکنم، فلان میکنم، میام مینویسم. درست شد؟ یاد میگیرم و مینویسم، نویسندم. اکثر محتوا نویسا خب همچین اینجوری ان دیگه. خب حالا الان از اینجا به بعد به نظر من شما دیگه نویسنده محتوا نیستید، شما استراتژیست محتوایید، شما مدیر محتوایید. درست شد؟ ببینید توی قبلا هم خب این پوزیشن بوده توی مثلا مجموعه هایی که محتوای زیادی تولید میکردن و یا تیم محتوای قوی داشتن. داستانی بوده که یه سریا متخصص تولید محتوا بودن و می نوشتن، اما یا خودشون یا یک نیروشون مدیر محتوا بوده و استراتژیست محتوا بوده. این می اومده و میگفته که خب تو این مقالات اینجور چیزا باید گفته بشه، فلان بشه، به عنوان مشاور کنارشون بوده و چک میکرده محتوا رو و درسته، یه همچین پوزیشنی بود و هست دیگه. ببینید الان ما به چت جی پی تی و عرضم به حضور شما که این LLM ها، این سایت های هوش مصنوعی که LLM می نویسن، قابلیت چت دارن، ما اینها رو الان میگیم که کارمند ما هستند
و نویسنده محتوا هستند و ماها مدیر محتواییم و ماها استراتژیست محتواییم. یعنی چی؟ یعنی من میگم توی یک محتوا چه چیزی باید گفته بشه، اون یوزر جرنی من توی اون محتوا چجوریه، اون کاربر من چه مسیری رو توی این محتوا باید طی کنه تا به هدف خودش برسه، چه چیزی رو با چه ترتیبی باید بخونه. خب همه این شما مسلطید دیگه، من که دیگه نمیخوام اینا رو بهتون بگم. خب اینها رو شما استخراج میکنید، جمع‌بندی میکنید و بعد به عنوان یه مدیر میاد کنار چت جی پی تی، کنار بارد یا هر چیز دیگه میمونید و میگید خب بنویس حالا برام، خب اینجا نه، اینجا رو اینجوری برام اصلاح کن و اوکی. حالا میریم جلو. پس در وهله اول ما یه کار انسانی شاید بشه گفت داریم. اولین کار انسانیمون اینه که اون استراکچر، ساختار محتوا رو در بیاریم. اول از همه باید بدونیم خودمون که چه چیزی میخوایم بگیم و حتی به چه کسی میخوایم بگیم. مثلا ما بر یک مثال سوار میشیم میریم جلو. مثال ما همون مدیریت زمان. مثلا طرف میاد جستجو میکنه مدیریت زمان چیست. خب ما چه چیزی رو باید تو این مقاله بشیم؟ اصلا کاربر من کیه؟ پرسونای کیه؟ چه افرادی این رو میگن؟ افرادی که مشکل مدیریت زمان دارن دیگه، افرادی که تعداد تسک ها و تعداد کارها و تعداد اهداف و غیره ای که میخوان تو طول روز و حتی توی برهه زمانی هفتگی، ماهانه، سالانه میخوان انجام بدن، اون تعداد کارها انقدر زیاده که این نمیتونه برسه، زمان کم میاره. میاد میگه که خب من باید یه جوری زمانم رو مدیریت کنم. میاد سرچ میکنه آقا چجوری زمانم رو مدیریت کنم، چجوری به کارهای مختلفم برسم. اوکی، پس کاربر من اینه. ممکنه یه دانش آموز باشه که به امتحاناتش و برنامه‌های مختلفش نمیرسه، ممکنه یه کارمندی باشه که به وظایفی که بهش محول شده نمیرسه، ممکنه یک مدیر باشه که مجموعش به هر حال به یه شکلیه که دارن زمان کم میارن، مثلا میخوان یه تارگتی رو بزنن یا میخوان مثلا به یه فستیوالی برسن و مشکل دارن. استراتژی متفاوته. اینجا پرسونای ما یه مقدار گسترده است و احتمال داره پرسونا محدود باشه. اینجا پرسونای ما یه مقدار گسترده است مثلا. خب حالا اول از همه میگیم خب چه چیزی میخوایم بگیم؟ چالش فرد اینه که زمان کم داره. پس ما باید بهش بگیم چجوری باید زمانش رو مدیریت کنه، تکنیک هایی رو بهش بگیم که بیاد زمانش رو مدیریت کنه. مثلا تکنیک قورباغه رو قورت بده که براین تریسی گفته بود که کارهای مهمت اول بگو، مثل ماتریکس آیزنهاور، مثل ارزم بزرگ تکنیک پومودور و قانون 2080 که اصلا آقا یه سری کارا رو انجام نده یا اول حداقل بیا اون مهم‌ها رو انجام بده، که البته دوباره همون میشه قورباغه رو قورت بده غیر الاخر. پس اول از همه ما خودمون باید بفهمیم که چه چیزی میخوایم بگیم، هدف این مقاله چیه، اون نقطه مرکزی و اصلی این مقاله چیه، چه مشکلی رو میخواد حل کنه و درکش کنه. بعدش حالا با توجه به این میایم با حفظ محوریت اصلی، خب و اینکه نیاز کاربرمون چیه، خب میخوایم محتوای ارزشمند تولید کنیم دیگه، نیاز کاربر پاسخ داده بشه، میایم حالا چه عنوانهایی میخوایم بزنیم. عناوین رو از H1 تا H6 همه رو در میاریم به صورت زیر مجموعه. راهمون چیه؟ یکی اینه که خودمون فکر کنیم، خودمون رو بذاریم جای کاربر و بنویسیم، برین استورم کنیم و اینکه رقبا رو چک کنیم که الان میریم با هم دیگه یه سریاشون رو چک میکنیم. بعدش مثلا حتی میتونید همین که چه عناوینی رو استفاده کنید از هوش مصنوعی و اینها بپرسید، چت جی پی تی و اینا بپرسید. عرضم به حضورتون که در نهایت هم شما جمع‌بندی میکنید، یعنی از همه اینها اون ساختار نهایی رو در میارید. ببینید مثلا ما گفتیم مدیریت زمان. خب من میام اینجا توی این مدیریت زمان من یه سایت، 2 سایت، 3 سایت، 4 تا سایت رو باز میکنم.
ببینید بعد ببینیم چه عناوینی دارن. این اکستنشن عناوین اگه اشتباه نکنم به ما اینجا میده. نگاه کنید اینجا همه عناوین رو به ما داد. عناوین رو میگیرید مینویسید یه جا، اونایی که براتون مهمه لازم نیست همه رو بنویسید. خب بعدش میایید اینجا عناوین این یکی هم میگیرید. ببینید چه عناوینی داره. عناوین ناکنید اومده گفته تعریف مدیریت زمان. خب یه تعریف آدم میکنه. بعد اهمیت مدیریت زمان، تکنیک های مدیریت و برنامه‌ریزی، و اومده اینجا همه تکنیک ها رو گفته. خب شما اگر به چت جی پی تی بگید بنویس، همه اینا رو نمینویسه، ولی بهش بگید آقا برای هر کدوم اینا توضیح بده، میاد مینویسه. درست شد؟ پس شما اول بعد عناوین باید حداقل اینو در بیار، این ساختار رو باید در بیارید که چه چیزی قراره گفته بشه. بعدش موانع و مشکلات و الی آخر. خب ولی ساختارها رو کپی پیست نمی کنیم، الگو میگیریم و یه ساختار یونیک رو خودمون ازش استخراج میکنیم. اینجا مثلا ماتریکس آیزنهاور و پومودور و اینها و دلایل اهمیت مدیریت زمان، حالا موارد مختلف دیگه حالا استراتژی ها متفاوته با توجه به شرایط. میبینید به همین شکل همه عناوین رو شما به ریز در میارید از H1 تا H6. حالا اینجا H6 نداره، یه H6 هم داره، نیو میسیج. حالا بگذاریم این یکی هم حالا با هم دیگه میبینیم. اینجا میبینید اینجا هم گفته شده موارد مختلف. حالا اینا همه رو باید چک کنید به عنوان یه فردی که داره این محتوا رو تدوین میکنه و همه عناوین اون ساختار اصلی رو در بیاریم. دوباره اینا رو بهش میدیم، میگیم آقا روی این ساختار رو بنویس برام و اون تبعیت میکنه از این، و اون موقع شما یک محتوای ارزشمند دارید. پس یه زمان میتونید بذارید که اینا رو در بیارید. پس یکی شد فکر خودتون، یکی از اینجا، یکی دیگه هم این که از خودش بپرسیم. بریم شروع کنیم یه چند تا پرامپت دادن و بریم جلو. خب عرضم به حضور شما که خب چی بود؟ من در حال تدوین استراتژی یک محتوا با عنوان مدیریت زمانه. مدیریت زمان چیست؟ مدیریت زمان چیستش هم نمیخواد، هست. لطفاً عناوین پیشنهادی این مقاله را به صورت جامع از H1 تا H6 به صورت جامع و سلسله مراتبی برایم تألیف کن. همین. خب ببینید الان اینجا ساختار رو میده، مدیریت زمان H2 H3. میبینید اومده چرا مدیریت زمان اهمیت داره، تاثیر مدیریت زمان. ببینید بحث ما الان این نیستش که اینو باید کپی پیست کنیم ما. حتی اگه توجه کنید یه سری چیزها رو اینجا الان بهتون احتمالاً نمیده. شما باید از این رو یه جا بگیرید بذارید، این سایت ها رو هم مهماشو هر کدوم که به نظرتون خوب بود و بگیرید بذارید، جمع کنید و به استراتژی و اون ساختار دقیقتون برسید. ببینید الان مشخصه محتوای شما اولش میاد میگید مقدمه بر مدیریت زمان، مثلا بعدش مثلا چرا مدیریت زمان مهمه، اصلا چرا شما زمان کم میارید، آیا اصلا توی این زمان کم آوردنه واقعا کاراتون زیاده یا نه مثلا خودتون مثلا زمان رو دارید بعد مدیریت میکنید الی آخر دیگه. حالا همه این موارد عناوین در میاد، کلیت موضوع، ساختار در میاد. بریم ادامه. پس تا به اینجای موضوع ساختار یک محتوا رو
ما در آوردیم. بهتون بگم دوباره، از همه اینهایی که از این ور اون ور همه رو گرفتیم و باید با هم تلفیق کنیم و توجه کنید که ذهن خودمون برین استورم کردن بسیار مهمه و حتی میتونید عناوین رو تغییر بدید، که نظر من اینه که قطعا عناوین رو سعی کنید تغییر بدید. من یکی از مراحلیه که اینجا باید یک مقدار انسانی تر به موضوع نگاه کرد، ولی اگر توجه کنید اینجا خود چت جی پی تی هم اینجا داره به شما ساختار رو میده. حتی اینجا شما میتونید بگید که مثلا عناوین رو با لحن، بذارید اینو بهتون بگم، عناوین این، حالا فقط میخوام بهتون بگم که ببینید چقدر میشه کاستومایزش کرد بدون اینکه خودتون دست ببرید توش. فقط بهش میگم عناوین پیشنهادی بالا رو تکمیل‌تر و در لحن شوخ طبعانه و خلاقانه ارائه کنه. الان نگاه کن اصلا یونیک میشه. شما زبان سایت، زبان این مقاله میگید آقا قرار شوخ طبعانی باشه. خب ببینید ناکن اینجا گفته مدیر زمان چگونه از دست اقربا فرار کنیم، چرا هر روز کمبود زمان داریم، فلان داریم. خب ببینید اومده و سعی کرده یک حالت فانی رو بهش بده. ببینید نیاز نیست همش خودتون دست به کار بشید. همین که بدونید چجوری باهاش صحبت کنید، همین که بتونید بهش اوردر بدید، بتونید بهش بگید که چه کاری رو انجام بده، خیلی مهمه. فقط این نیستش که یه سریا میان یک پرامپی میزنن کپی پیست میکنن خدا نگهدار. نه، باید تغییر کنه. حتی موقعی که محتوا رو میگیرید روی هر پاراگراف هم شما میتونید بگید اینو اینجوری بنویس، اینو اونجوری بنویس، اینو فلان کار کن. اوکی، میبینید الان مثلا خیلی خلاقانه تر شد الی آخر. و بریم ادامه. خب از اینجا به بعد یک مقدار مهمتره. خب ببینید توی بحث تولید محتوا با هوش مصنوعی یک چیزهایی معمولا لاست میشه این وسط، خب که بخش اعظمش احساساته، یعنی مواردیه که مربوط به احساساته. چون به هر حال هوش مصنوعی حداقلش اینه که بای دیفالت احساسات رو نمیفهمه، یه چیزی مینویسه. همین که مثلا ما میگیم بیا لحنش رو دوستانه کن، شوخ طبعانه کن، عصبانی کن، خوشحال کن، اون خودش دوباره مینویسه. ولی بای دیفالت این لاست، این گمه، این نمیفهمه این رو. خب بنابراین یک موضوع اینه که ما بیایم اون لحن محتوا رو، اون لحن نوشتاری رو مشخص کنیم که حالا یا رسمیه یا دوستانه است یا شوخ طبعانه است، ناراحت، عصبانیه، خوشحاله و یه چیز خاصیه مختص اون برند یا نویسنده است الی آخر. اوکی، اینا رو میتونیم براش مشخص کنیم. حتی میتونیم یه محتوا رو بهش بدیم بگیم که لحن نوشتن تو از این محتوا الگو بگیر، حالا محتوا جدید رو بنویس. این کار رو هم میتونه بکنه، ولی خب همینا کار ما رو راه میندازه. پس در وهله اول این و بهش میگیم که با این لحن بنویس، با این تون محتوا بنویس و یک سری چیزها رو باید دیلیت کنیم، مثل کلیشه گویی ها، مثل چیزهایی که ضروری نیستن. ببینید این دیلیت ها مخصوصا کلیشه ها شرایط داره. مثلا ببینید احتمال داره یه جایی واقعا باید کلیشه گفته بشه. ببینید مخصوصا تو حوزه های YMYL، حوزه هایی که مثلا حوزه پزشکی، حوزه‌ایه که شما توی محتوا مجبوری کلیشه رو بگی، مجبوری یه چیزی که شاید فکر میکنیم کاربر میدونه رو هم بگیم. چرا؟ چون محتوا خودش محتواییه که داره با جون اون طرف سر و کار داره. اوکی، بنابراین حوزه به حوزه متفاوته. یعنی اگر یه سری کلیشه ها توی سری محتواهایی که تو حوزه YMYL هستن گفته نشه، احتمال داره اون محتوا اعتبار نگیره. خب منتهای مراتب بسته به شرایط دیگه اینا رو به خودتون میسپارم. ولی خب میتونید یک سری کلیشه گویی هایی که داره هوش مصنوعی بهتون میده و یک سری چیزهای غیر ضروری رو میتونید از محتوا حذف کنید. گرامرش اگر مشکل داره میتونید ادیت کنید. نکته این که میگم ادیت کنید، میگم دیلیت کنید، مخصوصا توی ادیت ها
منظورم این نیست که الزاما خودتون دست به کیبورد بشید، هرچند که باید یه جاهایی بشید، ولی با اوردر دادن، با اینکه به خودش بگید، همین کار رو انجام میده. اوکی؟ بنابراین هر کجا که دارم میگم دیلیت، ادیت، فلان، منظورم این نیستش که الزاما خودتون برید دست به کیبورد بشید، هرچند که یه جاهایی باید بشید، ولی از اون ورم میتونید با اوردر دادن به خودش ازش بخواید که این کار رو انجام بده. و در نهایت اینکه اون لحن نوشتن رو هم میتونید دوباره ادیت کنید. بیایم اینور. این اسلاید فوق العاده مهمه. فوق العاده این اسلاید مهمه. ببینید اینجا ما میگیم که یک سری چیزهایی رو اضافه میکنیم که الان با هم صحبت میکنیم و یک سری کانتنت هایی رو اضافه میکنیم. این دوتا با هم دیگه یه در هم تنیدگی دارن، میتونیم این دوتا رو از هم جدا ندونیم. ولی خب میریم سراغ محتوای اصلی. خب ببینید از اون بحث اول شخص توی محتوا و نگاه انسانی عملاً میتونیم استفاده کنیم. مثلا از واژه‌هایی مثل من، ما، حالا اونا انگلیسی ها آسا رو هم دارن، ولی از این واژه ها میتونیم استفاده کنیم. میتونیم مثلا جملاتمون رو با واژه‌هایی مثل تصور کنید اگر، یا مثلا من احساس مشابهی داشتم. مثلا تو همین تکنیک مدیریت زمان، توی مثلا تکنیک همین مثلا قورباغه رو قورت بده، میگیم که آره من از این تکنیک استفاده کردم و مثلا خوب بوده و موقعی که داشتم استفاده میکردم فلان بوده. ببینید تجربیات شخصی خودتون. ببینید AI که خاطره‌ای نداره، چیزی نداره، تجربیات شخصی نداره. این خیلی حائز اهمیته که ما این محتوا رو به یه شکلی تغییر بدیم یا به یه شکلی روش کار کنیم که واژه‌های این چنینی توش استفاده بشه. خب هم کاربر ارتباط بهتری میگیره، هم اینکه عملاً سیگنالی هستش که اون محتوا یا اصلا با هوش مصنوعی تولید نشده، یا اگرم تولید شده یک دست‌هایی توش برده شده. یا مثلا من فکر میکنم اگر احتمالاً اگر مثلا داستان من از اونجایی شروع شد که فلان الی آخر این موارد. البته اینو میگم اینها رو هم میتونید بگید که خودش بنویسه. مثلا شما مثلا میدونید دیگه، میتونید به چت جی پی تی بگید یک خاطره با این مضمون برای من بنویس و اون خاطره رو، اون تجربه رو بیارید و به محتواتون اضافه کنید. ولی اینکه اگر خودتون هم بنویسید که اتفاق مثبتی. توی ساختار محتوا کلا چت جی پی تی که به ما لینک اونجوری به اون شکل نمیده، میگیم اینترنال لینک ها و اکسترنال لینک ها رو باید اضافه کنیم. بسیار ها از اهمیت. ویدیو، اینفوگرافیک، وایس اضافه میکنیم. توی محتوامون حتما از برند نیممون استفاده کنیم، ولو اینکه این برند نیمو میتونیم بگیم خودش هم توی اون محتوایی که داره مینویسه استفاده کنه. میگم الزاما همش چیزی نیستش که خودمون بخوایم دست به کیبورد بشیم، بهش بگیم که مثلا توی این محتوا از اسم برند، از اسم فلانی، از اسم استفاده میکنه، از اسم برند، اسم فرد که حالا هم شاید اسم نویسنده و هم مثلا اون جاهایی که داره خاطره تعریف میکنه یا اون جایی که داره تجربیات شخصی نویسنده مثلا گفته میشه، اونجا میشه چه کار کرد؟ میتونه اسم افراد دیگه هم بیاره. اینا میتونه جالب باشه. و کال تو اکشن دادن برای کامنت گذاشتن، مثلا خرید کردن، تماس گرفتن، اینها هم محتوا رو از یک محتوایی که AI هست دور میکنه، ولو اینکه نیاز یک محتوایی هستن، بحثی توش نداریم. یعنی وقتی محتوا رو دارید از هوش مصنوعی میگیرید و یا وقتی دارید میذارید، به این موارد توجه کنید. و مثلا یه واژه‌ای هست ولی یه مقدار گنگه، خب یک اون کلمه مشابهش رو، معنی دیگهش رو، شکل دیگهش رو تو پرانتز میتونیم بگیم. اینها هم حائز اهمیت. از تشبیه میتونیم استفاده کنیم. خب اینا مواردی هستش که میتونیم توی کارمون بیاریم. نیاز نیست همشون رو بیاریم، یکی دو تاشون هم رعایت کنیم اوکیه. به انتخاب خودتون باید چیز کنید. البته اینو بگم اینترنال لینک، اکسترنال لینک واجبه، این مالتی مدیا ها واجبه.
برند نیم هم به نظر من واجبه، ولی خب مابقی موارد CTA هم واجبه، CTA هم واجبه، ولی مابقی موارد باز هم میتونه به اختیار و انتخاب خودتون باشه. بیایم توی ادسام کانتنت. توی محتوا یک سری چیزها رو معمولاً AI بهمون نمیده، ما باید یا ازش بخوایم بهمون بده یا خودمون دستی اضافه کنیم. یکیش این داستانگویی، خاطرگویی، اینها هستش که حالا ببینید اینی که میگم به اشکال مختلف میشه استفاده کرد دیگه. مثلا شما در مورد مدیریت زمان دارید صحبت میکنید و مثلا توی کارخونه بنز مثلا از فلان تکنیک مدیریت زمان استفاده شده، یک داستانی رو، البته داستان اینجا شاید اسمشو نشه گذاشت، ولی شما منظور من متوجه میشید دیگه، اون تجربه، اون داستان، اون فکتی که قبلا اتفاق افتاده و بنز باش دست و پنجه نرم کرده و فلان نتیجه رو گرفتن رو میتونیم اضافه کنیم. خب اون استوریه میتونه حائز اهمیت باشه. بعدش تجربیات، حتی اون داستان بنز میتونه تجربیات هم باشه. تحقیقات، معمولا چت جی پی تی تو دل این موضوع تحقیقات رو نمیاره. شما مثلا اگر مخصوصا مثلا تو حوزه‌های پزشکی خیلی این تحقیقات حائز اهمیته، توی مثلا حتی حوزه‌های مالی تحقیقات مهمه، توی حوزه‌های زمین شناسی فلان اینا چون تحقیقات براش میشه. حالا تو حوزه مدیریت زمان و اینا من نمیدونم تحقیقات به چه شکلی و چه جوری انجام شده، ولی اگر مثلا تحقیقاتی وجود داره، اسم اون تحقیق، نتیجه اون تحقیق، حتی افرادی که توی اون تحقیقات وجود داشتن، ببینید اینا چیزاییه که بای دیفالت AI نمیده. ازش بخواید اطلاعات استخراج کنید و اضافه کنید، با یه پرام سر و ته قضیه رو هم نیارید. بحث من اینه. تئوری ها یعنی همون چیزهایی که حالا تئوریکن وجود دارن. عرضم به حضورتون که این فکر کنم تفکرات باور میکنید من اینو 3-4 ماه پیش چیز کرده بودم، درست کرده بودم و یادم رفت که معنیش چی میشه، ولی فکر کنم تفکرات میشه. آره، افکار، تفکرات، یعنی اون تفکرات خودمون رو میتونیم بگیم، نظریات خودمون که فقط فکر نظریه است، نظریه ها رو میتونیم بگیم، تفکرات رو میتونیم بگیم و برداشت‌های شخصی رو میتونیم بگیم از نظر خودمون، حتی یه جاهایی میتونیم بگیم، ولی دیگه شورشو در نیارید دیگه توی این برداشت‌های شخصی و چیزهایی که بنچمارک ندارن. طرف اومده واقعا یه چیزی بخونه که براش مفید باشه. معمولا اینو بهتون بگم، افکار ما، فکرهای ما چیزی هستن که اثبات نشده، احتمال داره درست باشه، احتمال داره غلط باشه، بحثی توش نداره، ولی درست نیست که ما یه محتوایی بنویسیم و یک سری چیزهایی رو توش بگیم خیلی زیاد که بهش اطمینانی وجود نداره. خب این خودش خیلی بهش توجه کنید. بنابراین بنویسید ولی کم بنویسید اگر میخواید برداشت‌های شخصی بنویسید. و چارت و این نمودارها و اینجور چیزها رو بذارید، خیلی مهمه، اینها خیلی کمک کننده است. البته اینو اینفوگرافیک یه مقدار با هم دیگه هم پوشانی دارن، ولی خب بذارید، هم اینفوگرافیک بذارید، هم چارت بذارید، نمودارهای پیشرفت رو بذارید، مقایسه ها رو بذارید، اینا حائز اهمیته. فکت ها رو بذارید، حالا اون چیزهایی که اثبات شده، واقعیت، اینها رو همه رو بذارید، به اثبات رسیده شده، اینها رو هم بذارید. حتی این فکته میتونه یه قلابی بشه به همون مثلا اکسپریانس یا استوریه. اینا رو میگم، نیاز نیست همشون، حتی خیلی هاشون میتونن به هم قلاب بشن. و FAQ بذارید در انتها که سوالات متداول رو بگید و موارد این چنینی. بیایم آخر. ببینید ماهیت کلی موضوع رو الان اینجا بخوایم مجدد با هم بررسی کنیم اینه. اول از همه یه مرحله داریم که باید بدونیم که چه چیزی میخوایم بگیم، پرسونا هدفمون کیه و واسه چه پرسونایی میخوایم اون محتوا رو
تولید کنیم و اصلا چه چیزی رو میخوایم بگیم، حاز اهمیته. بعدش استراکچر رو در میاریم و اون به اون یوزر جرنی یا کاستمر جرنی توجه میکنیم و کانتنت استراکچرمون رو، ساختار و محتواییمون رو در میاریم. در نهایت عرضم به حضورتون که محتوا رو میگیریم. حالا این محتوا رو میگیریم، بازم ماجرا میگم یه پرامپت نیست، میتونه یک محتوا 100 تا پرامپت، 100 تا که زیاد، 10 تا پرامپت باشه، 15 تا پرامپت باشه، 20 تا 30 تا پرامپت باشه. حتی ایدئالش اینه که جدا جدا بگیم. الان میریم با هم دیگه اینو چک میکنیم. بعد از اینکه اومد یه سری چیزا رو دیلیت میکنیم، ادیت میکنیم که گفتیم. عرضم به حضورتون که اون لحن گفتن و اینها رو اگر نیاز عوض کنیم عوض میکنیم که گفته شد و یک سری چیزها رو میتونیم اضافه کنیم که همه اینها توی این اسلاید گفته شده. من اینجا نوشتم at least 5 item most pass. میگم آقا حداقل 5 تا آیتم باید مثلا پاس بشن، باید رعایت بشن، بهش توجه نکنید. اصلا نه تنها من، هر فرد دیگه ای هم اومد به شما عدد گفت خیلی مهم نیست، یعنی خودم دارم حرف خودم رو رد میکنم، به این 5 توجه نکنید. با توجه به شرایط خودتون اون تصمیمی که باید شاید رو بگیرید. خب ببینید مثلا من اینجا، بذارید من چت جی پی تی رو اینجا باز کنم. خب ببینید مثلا اینجا من ساختار عناوین رو در آوردم. خب عناوین من از H2 میخوام مثلا الی آخر تا آخر. خب حالا بهتون میگم الزاما این نیست تا صحبت کردیم، شما باید خودتون هم یه کار دستی روش انجام بدید، ایده هایی که از اون سایت ها گرفتید و بیارید الی آخر. من نظرم اینه که شما هر سکشن رو جدا جدا بهش بدید تولید کنه، یه دفعه همه رو کپی پیست نکنید. هر سکشن رو جدا جدا بهش بدید، بگید که مثلا شروع کنید به تولید محتوا، بعدش ادیتش رو انجام بدید، کپی پیست کنید تو فایل ورد نهاییتون به همین شکل الی آخر. مثلا بذارید من بیام پایین‌تر، ما مثلا بگیم اینو بیاریم. برای عناوین بالا یک محتوای یونیک با لحن، مثلا لحنشو میذاریم عامیانه، یا با لحن عامیانه تألیف کن. حتی مثلا کلمه کلیدی و اینا میتونیم بهش بدیم دیگه، بحثی توش نداره، هر چیزی میخواین بهش بگید دیگه، خودتون میدونید دیگه. کار با چت جی پی تی رو من حقیقتا دیگه نمیخوام اینجا توش دیپ بشم. پس برای عناوین بالا یک محتوای یونیک بالا میده از سلسله مراتب عناوین ارائه شده تبعیت کن. حالا فعلا یه دونه پرامپت بهش بدیم ببینیم که موضوعمون چیه. و اینجا شروع میکنه به نوشتن. خیلی ممنونم که اینترنت ما یاری نمیکنه. خب اینجوری که مشخصه ما با این دوستمون مشکل داریم. اوکی. حتی میبینید اینجا رو هر موقع پرامپت های متفاوت بهش میدید متفاوت مینویسه. حتی میتونید این رو چند بار بهش بدید. حتی میتونید تعداد کلمه هم بهش بدید.
مثلا بگید در 1000 کلمه بنویس، در 500 کلمه بنویس، در 200، در 300 کلمه بنویس. دیگه اینها دست خودتونه. خب با توجه به شرایط یه چیزی بگید که مختصر و مفید و درست باشه دیگه، الکی هم کاربر رو معطل نکنید. خب این از خب حالا مثلا بهش میگم تحقیقات دانشگاهی و علمی که حول تکنیک پومودور انجام شده است را نام ببر و مهندسان و مسئولان ارشد آن تحقیقات هم بگو. به عنوان مثال ببینیم مثلا تحقیقات دانشگاه علمی حول مثلا این تکنیک پومودور انجام شده یا نه. ببینید مثلا اینجا یه سری چیزا رو گفته. البته شما باید یه ساعت سنجی بکنید که داره مثلا درست میگه یا نه، ولی میبینید داره میگه و اینجا منابع هم داره به ما میده یه سری چیزا رو. خب حتی نگاه کنید روش‌های آموزشی از جمله فلان فلان الی آخر. خب حالا آیا شرکت مطرحی در جهان بوده است که از پومودور در مدیریت زمان استفاده کرده باشد و نتیجه گرفته باشد؟ اسم آن به علاوه داستان استفاده رو بگو. حالا من فکر کنم یکم جمله بندی من خوب نبود، ولی خب یه قشنگ انگلیسی داد. به فارسی بگو. شما میتونید انگلیسی هم بهش پرامپت بدین دیگه. حتی ببینید اینا وقتی میبینید میره سایت های مختلف رو سرچ میکنه، با اینکه من فارسی بهش دادم رفت انگلیسی چیز شد. این چه اتفاقی افتاد؟ من فارسی بهش پرامپت دادم ولی این تو سایت های فارسی پیدا نکرد، رفت تو انگلیسی ها پیدا کرد، تو دیتابیس خودش پیدا کرد. خب اینا حائز اهمیته. اگر شما از اول انگلیسی بهش بگید یه سری جاهایی وقتی پیدا نمیشه شما میتونید انگلیسی بهش پرامپت بدید. اون موقع از همون اول میره تو منابع انگلیسی میگرده که خب قطعا منابع بیشتری هست. دیگه اینا دست آقا. در نهایت بعد از جمع‌بندی نهایی شما میتونید بهش بگید که اینو به فارسی برگردونه. این اتفاق خیلی مثبتیه. ولی چون من میخوام آموزش ملموس باشه فارسی بهش میگم. حالا غیره و غیره و غیره همه رو مثلا شما اینجا در نظر میگیرید. مثلا اینجا بهش میگم خب تمام محتواهای فارسی بالا را در قالب یک مقاله من نمیخوام چون این یه بخشی از مقاله‌مونه، میگم در مثلا نهایتا 500 کلمه. 500 هم کمه فکر میکنم برای 600 کلمه ای خلاصه بنویس تألیف کن. عرضم به حضور شما که حالا میخوام بگم که مثلا اسم برند سایت ما اینو بذار اینجوری کنم دویتیفای می باشد که سعی کن در متن از آن نام ببری.
همچنین ما در نرم افزار مدیریت پروژه دویتیفای نگاه کنید. دویتیفای ابزارهای لازمه مثلا تکنیک پومودور را داریم. در متن CTA استفاده از دویتیفای را به خواننده بده. نگاه کنید داریم جمع‌بندی می‌کنیم. خودم تغییر نمیدم ولی ببینید چه جوری دارم جمع‌بندی میکنم. شما مدیر محتوایید، شما چه کار میکنید؟ محتوا رو دارید مدیریت، دارید بهش میگید چه کار کنه. خب دیگه چه چیزیه؟ CTA رو گفتیم، پرسن نیم نمیخواد، مولتی میک خودمون، بقیه هم چیز دیگه. سعی کن در برخی بذار اینجوری بگم، در صورت امکان در یک یا در صورت امکان در برخی پاراگراف ها از اول شخص مفرد یا جمع استفاده کن، مثل من یا ما. در صورت امکان در برخیش هم بازن، در پاراگراف اینا. خب حالا بزنیم ببینیم که چی به ما میده. من اینو کپی کنم. خب خیلی ممنونم از دوست عزیز چت جی پی تی مون که اوکی این هیستوری رو داره دیگه، یعنی شما وقتی اینو میزنید پیشینه اینا رو داره. خب حالا اوکی مجدد امیدوارم اینم بیاد که ما با هم بتونیم ببینیم. میبینید اصلا لحنه شد ما، حتما برای همه ما پیش آمده که در میان روز کاری فلان دویتیفای رو آورد فلان کرد. میبینید حتی میتونید بهش بگی کیورد فلان. خب اومده مثلا اسم این فردی که ابداعش کرده رو اینجا مثلا گفته. بذار ببینم مایکروسافت رو کجا میگه، مایکروسافت رو اومده اینجا گفته. میبینید محتواه هی داره یونیک‌تر میشه، هر چقدر شما با این محتوا بیشتر بازی کنید، هر چقدر پرامپ های دقیق تری بهش بدید، این برای شما محتوای بهتری رو تولید میکنه. اوکی حالا اینجا میتونید بهش بگید ریسرچ ها رو اضافه کنه، میتونید بگید که مثلا یه سری میتونید بگید خاطره براتون تولید کنه. میتونید FAQ هم خیلی جالبه، بذار من FAQ هم خب میتونه اضافه کنه. در نهایت یک FAQ حول مدیریت زمان با تکنیک پومودور تدوین و تألیف کن. نگاه کنید وقتی که این داستان رو ما داریم دیگه، نگاه کنید داره اینم بهمون میده. البته خب این خیلی خوب نیست. حالا حتی میتونید سوالهاش رو هم براش بنویسید. حالا بذارید من الان ایناش مثلا خوبه، میبینید اصلا دیگه هیستوری رو داره و دویتیفای رو داره میاره. میتونید مثلا 2-3 تاشو بگیرید و استفاده کنید تو دل محتواتون. خب شدیداً حائز اهمیته، لازم نیست همشو کپی پیست کنید. خب این محتوای دیگه یه محتوای درسته، یک محتواییه که عرضم به حضور شما کاربر وقتی میخونش نیازش رفع میشه. خب چرا گوگل نباید به این محتوا اعتبار بده؟ اگر شما فقط کپی پیست کنید بله، ولی وقتی شما میاید با استفاده از همین هوش مصنوعی یک محتوای ارزشمند، و واقعیت موضوع اینه که این محتوایی که خیلی به محتوای یونیک نزدیکه. وقتی همچین محتوایی رو تولید میکنید مطمئن باشید که عرضم به حضورتون که اون نتیجه‌ای که باید و شاید رو میتونید
از محتوای مورد نظرتون بگیرید. ما والا الان بذارید رو همین دویتیفای ما خیلی کارها انجام دادیم که نتیجه گرفتیم. ببینید قبلش این واسه یکی از پروژه هاست، خیلی نمیدونم باید بگم یا نگم، ولی خب اشکال نداره میگیم. مثلا شما الان سرچ کنید آموزش زبان سوئدی، آموزش زبان سوئدی. خب چرا ما نیستیم؟ فیلتر شکنم روشنه. متاسفانه ما رفتیم عقب. منتهای مراتب این سایت پادرا، حالا باید بررسی کنیم ببینیم موضوعش چیه. لینک مثلا 3 اینا بود، مثلا آموزش زبان هلندی. ما اومدیم مثلا یه مقدار عقب‌تر لینک 2 بودیم. خب یه فکر کنم باید یه آف پیجی مجدد براش بریم، چون به هر حال رقابت اینجور جاها وجود داره. ولی خب توی آخرین چکی که خودم داشتم اینا بالا بودن، یعنی لینک 2 3 گاهن 1 رو داشتیم. الانم پنالتی نشده، فکر نکنید به خاطر وای ها دیدید رفت عقب، نه، چون اگر واقعا دیتکت میشد این موضوع به اون شکل چه اتفاقی میافتاد؟ اون میرفت صفحه دوم، میرفت صفحه سوم، اصلا از نتایج حذف میشد. حتی واسه دویتیفای من الان سرچ میکنم نرم افزار مدیریت پروژه فارسی، لینک 2، این به همین روش درست شده. البته این تازه این روش هم نه، روش قدیمیمون، این آموزش رو من الان دارم ضبط میکنم. نرم افزار مدیریت پروژه ساختمانی، اینم نگاه کنید لینک 2. اینا همشون به همین شکل عرضم به حضورتون که ساخته شدن. یا مثلا توی همین چیز، توی همین هلندی میشه فکر کنم اسم اسامی، اسم افراد به کره‌ای اگه اشتباه نکنم چی بود، اسامی فارسی به کره‌ای. این روی این لینک 2 این، ولی این واژه جستجو نکن، این واژه اسامی فارسی به کره‌ای جستجو میشه. میبینید لینک 2 فلانی و خیلی زیادن. مقالاتمون بسیار زیادن که مثلا روی پادرا اومدیم تولید کردیم و رتبه بالا هم داریم. خب به همین شکل ما حتی مثلا رو پروژه‌های خارجیمون هم این اتفاق افتاده. من پروژه خب خارج کشور انگلیسی زبانم دارم، اتفاقا اونجا راحت تره برای این بحث استفاده از هوش مصنوعی یا رقابت که هیچ، چون بهتر میفهمه زبان انگلیسی رو. ولی به این شکل شما میتونید تولید کنید و عرضم به حضورتون که نتیجه مطلوب رو بگیرید. و اینم از این فکر میکنم کافیه.